آمریکا همیشه مجبور است هر خواسته اسرائیل را بپذیرد، چون این رابطه فقط سیاسی نیست، بلکه از دید بسیاری در آمریکا ریشه مذهبی دارد. So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that that land shall be Israel's land forever. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. جالب است همان کارهایی که آمریکا برایشان کشورهای دیگر را نقد می کند، وقتی همان را اسرائیل انجام دهد، نه تنها سکوت می کند، بلکه حمایت هم نشان می دهد. آمریکا حتی به چین درباره تایوان تهدید می دهد، اما درباره مناطق اشغالی در کرانه باختری هیچ واکنش جدی ندارد. در خود آمریکا نفوذ سازمانهای اسرائیلی بسیار قدرتمند است. حتی یک رئیس یک NGO اسرائیلی گفته بود، اگر من یک دستمال خالی هم بدهم، 10 سناتور آمریکایی همان روز آن را امضا کرده برمیگردانند. همین نفوذ باعث می شود هر نامزد ضد اسرائیل عملاً در انتخابات شکست بخورد و آنها در شبکه‌های اجتماعی هم با افتخار این قدرت را قبول می کنند. سوال اینجاست، چرا آمریکا در برابر اسرائیل لال می شود؟ دلیل لابیگری هوشمندانه اسرائیل است. از دانشگاه‌های آمریکا تا رسانه‌ها، از برنامه‌های کودکان تا دولت، همه جا تأثیر اسرائیل وجود دارد و همین نفوذ کاری می‌کند که آمریکا هر تصمیمی را مطابق خواست آنها پیش ببرد. اما موضوع فقط لابی نیست. اسرائیل حتی گاهی رؤسای جمهور آمریکا را به شکل مستقیم تحت فشار و تهدید قرار می‌دهد. نمونه‌های مختلفی وجود دارد و حتی جورج بوش هم در نامه‌ای عمومی به این مسئله اشاره کرده بود. اینکه اسرائیل چگونه دقیقاً از این فشارها برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کند، موضوع بخش بعدی این داستان است. داستان از جایی شروع می‌شود که اسرائیل با یک روش پایه‌ای، یعنی دیپلماسی لابی، ذهن شهروندان آمریکایی را از کودکی شکل می‌دهد. حتی کودکان در آمریکا در کارتون‌ها تاریخ اسرائیل را می‌بینند، مثل مجموعه سوپربوک که در آن عظمت تاریخ یهود و رنج‌هایشان تأکید می‌شود. در یکی از قسمت‌ها نشان می‌دهند که مردم یهود برای دفاع از اورشلیم باید دیواری مثل دیوار بزرگ چین بسازند. پیامی پنهان برای اینکه اسرائیل همیشه نیاز به حمایت دارد. در کارتون پرنس آف ایجیپت هم تقریباً همین روایت تکرار می شود. فرعون یهودیان را آزار می دهد و موسی آنها را دوباره اسکان می دهد. اینها همه برای ساختن یک همدلی عمیق نسبت به اسرائیل در ذهن نسل آمریکایی است. تا هر زمان مشکلی پیش آمد، احساسات مردم آمریکا سمت اسرائیل باشد. اما این عملیات فقط در کودکی تمام نمی شود. دانشگاه‌ها مرکز شکلگیری ایدئولوژی جوانانند. در همین سطح، اسرائیل روی گروه‌های دانشجویی و فضاهای آموزشی سرمایه گذاری کرده تا مسیر فکری نسل آینده را هدایت کند. بسیاری از انتشارات معروف مثل نشنال جیوگرافیک، دیسکاوری، مگرو-هیل و پیرسون طبق گزارش‌ها تحت تأثیر یک سازمان اسرائیلی محتوایی با لحن نرم و حامی اسرائیل منتشر می‌کنند. در این روایت‌ها تاریخ یهود و رنج‌های گذشته برجسته می‌شود و حتی در برخی کتاب‌ها نام فلسطین و کرانه باختری حذف یا کمرنگ شده است. هدف روشن است. روایت تاریخ از زاویه نگاه اسرائیل تا ذهن نسل‌ها در آمریکا همان تصویری را بپذیرد که اسرائیل می‌خواهد. داستان از جایی ادامه می‌شود که کتاب‌های درسی آمریکا حتی واژه‌هایی را تغییر دادند. مثلا آنچه درباره اشغال زمین‌های فلسطینی در کرانه باختری بود، طوری بازنویسی شد که انگار یهودیان فقط به جمعیت موجود ملحق شده‌اند. حتی واقعه 1967 که اسرائیل رسما کرانه باختری را تصرف کرد،
به دستور همان سازمان از کتابها حذف شد. یعنی تاریخ اسرائیل عملاً دوباره نوشته شد تا این پیام جا بیفتد که زمین همیشه از آن یهودیان بوده و آنها در طول تاریخ قربانی آزار بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این سازمان با بودجه اسرائیل مأمور ترویج روایت حامی اسرائیل در جهان است. حتی گفته می‌شود حدود 20% استادان دانشگاه‌های مهم آمریکا یهودی‌اند و طبیعی است که از همان آغاز دیدگاه دانشجویان را به سمت خوانش طرفدار اسرائیل هدایت کنند و اجازه ندهند هیچ روایت ضد اسرائیلی در کلاس‌ها جا بگیرد. اما اگر جایی این روایت موفق نشود، راه دیگری وجود دارد. هالیوود. سینما ابزاری است که پیام را به 195 کشور می‌رساند. اسرائیل سالهاست که این صنعت را هدف گرفته. فیلم‌هایی مثل اگزودوس درباره رنج آوارگان یهود پس از جنگ جهانی دوم یا میونیک که ماجرای کشته شدن ورزشکاران اسرائیلی را روایت می‌کند، تصویری قهرمانانه از انتقام اسرائیل نشان می‌دهند. در دسیج، فلسطینی‌ها تهدیدی جهانی معرفی می‌شوند و آمریکا ناجی داستان است. در والتس ویت باشیر و حتی شاهکار اسکاری شیندلرز لیست نیز رنج تاریخی یهود با قدرت به تصویر کشیده می‌شود. این آثار جهانی دقیقاً همان احساسی را می‌سازند که اسرائیل می‌خواهد: همدردی عمیق و حمایت دائمی. ادامه روایت گفته می‌شود بیشتر فیلم‌های مشهور هالیوود 3 پیام مشترک دارند: همدردی شدید با اسرائیل، نمایش اسرائیل به عنوان قدرتی شکست ناپذیر و اینکه بیشتر کارگردانان این آثار آمریکایی‌هایی هستند که ریشه یهودی دارند. حتی گزارش‌ها می‌گویند حدود 59% نویسندگان و کارگردانان هالیوود یهودی‌اند و 4 شرکت بزرگ فیلمسازی آمریکا نیز صاحبان یهودی دارند. به همین دلیل در بسیاری از فیلم‌ها مستقیم یا پنهان احساسات طرفدار اسرائیل به مخاطبان سراسر جهان منتقل می‌شود. از سوی دیگر، رسانه‌های بزرگ آمریکا نیز تحت نفوذ قرار گرفتند. گزارش اینترسپت نشان می‌دهد نیویورک تایمز، واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز در پوشش اخبار جنگ‌های اسرائیل تلفات فلسطینی‌ها را کمتر و تلفات اسرائیلی‌ها را برجسته‌تر نمایش می‌دادند. گزارش دیگری از نیو ریپابلیک ادعا می‌کند که در شبکه‌های بزرگ مانند CNN، EBC و NBC نیز بسیاری از تصمیم‌های خبری تحت تأثیر اسرائیل گرفته می‌شود و حتی پوشش جنگ 2023 غزه پس از تایید مستقیم نیروهای دفاعی اسرائیل منتشر شده است. جالبتر این که 61 نویسنده از مهمترین رسانه‌های آمریکا گرایش پررنگ طرفدار اسرائیل دارند و مدیران 3 شرکت بزرگ خبری، همچنین مالک نیویورک تایمز، همگی یهودی‌اند. این یعنی رسانه‌هایی که نگاه جهان را شکل می‌دهند، روایتی هماهنگ و همدل با اسرائیل ارائه می‌کنند. اما نفوذ فقط به رسانه و سینما محدود نیست. اسرائیل یک ابزار قدرتمند دیگر را هم به کار گرفته: تفسیر مذهبی. چون مسیحیت بزرگترین دین جهان است، اسرائیل با استفاده از آیاتی که در کتاب مقدس درباره سرزمین وعده و قوم برگزیده آمده، حمایت احساسی میلیون‌ها مسیحی را هم به سمت خود کشانده است. این همان روشی است که بسیاری از گروه‌ها برای مشروعیت بخشی به اهدافشان استفاده می‌کنند، اما اسرائیل آن را با دقت و هوشمندی در سطح جهانی به کار گرفته است. در این بخش گفته می‌شود که موضوع اسرائیل فقط مسئله سیاسی نیست، بلکه برای رهبران مذهبی آمریکا یک موضوع دینی است. آنها به مردم خود میگویند در کتاب مقدس وعده داده شده که سرزمین اسرائیل به یهودیان تعلق دارد و هر مسیحی وظیفه دارد از آن حمایت کند.
وقتی جامعه با این باور همراه شود، سیاستمداران هم مجبور می‌شوند همان مسیر را بروند. این همان سیاست رأی‌گیری است. اما نفوذ اسرائیل فقط به رأی‌ها محدود نمی‌ماند. در انتخابات آمریکا هم تأثیرش آنقدر زیاد است که هر دولتی مجبور است سیاست طرفدار اسرائیل داشته باشد و اگر مقامی مخالفت کند، فشار مستقیم وارد می‌شود. در کتاب کلینتون اینک آمده که نخست وزیر نتانیاهو حتی بیل کلینتون را تهدید کرده بود تا یک جاسوس یهودی آمریکایی را آزاد کند و برای فشار بیشتر مکالمات خصوصی او با مونیکا لووینسکی را ضبط کرده بودند. تصور کنید در کشوری مثل آمریکا از رسانه‌ها و دانشگاه‌ها تا دولت ریشه‌های نفوذ اسرائیل چقدر گسترده شده است. این نشان می‌دهد پشت این روند یک استراتژی دقیق وجود دارد که همه رهبران و احزاب اسرائیل با قدرت پیش برده‌اند. نکته شوکه کننده این است که در سراسر جهان بسیاری از یهودیان این پروژه را حمایت کردند. اما واقعیت این نیست که همه‌شان در یک اتاق جمع شده باشند، بلکه راز موفقیت در هویت و ملیگرایی آنهاست. از زمان پیدایش اسرائیل، یهودیان به ریشه‌های خود پیوند محکمی داشتند و این انسجام از جنبش صهیونیسم آمده است. این جنبش از قرن 19 آغاز شد تا هر یهودی در هر کشوری همچنان خود را بخشی از یک ملت واحد بداند. در دنیای امروز، قدرت در دست کسانی است که رسانه، دانش، اقتصاد و سیاست را کنترل می‌کنند. برخی کشورها با برنامه‌ریزی دقیق ذهن نسل خود را از کودکی شکل می‌دهند و با لابیگری تصمیم قدرت‌های بزرگ را تغییر می‌دهند. مشکل ما مسلمانان این نیست که دیگران قوی‌اند، بلکه این است که ما خواب مانده‌ایم. تا وقتی اتحاد نداشته باشیم و رسانه، علم و اقتصاد را جدی نگیریم، نفوذ دیگران بیشتر می‌شود. اگر امروز بیدار نشویم، فردا دیر است. برای دیدن و شنیدن تحلیل‌های بیشتر، لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید تا هیچ هشدار و نکته‌ای را از دست ندهید.